صبح بخیر. صبح دیگه بخیر. صبحی گاو باشت دوباره چی میگردی؟ بابا چیز دیروز آقا زنگ زدم گفته کنم بلده خانه خو چیز لازم داره. گفته که فرش لازم داره، مبل لازم دارن، پرده لازم دارن. خب تو دو موضوع میگردی؟ اول مزبطه دنبال امزو میگیرم دک جا ارزان گیرمه. چیز پیدا نکردی؟ نه پیدا نمیشه اصلا. خب چرا مار نمیگی؟ ما مفهمم یک جای خوب ره. در کجا هست که توی مفهمی؟ قیمت مناسب، مبل، پرده، قالین، همش وطنی، همش ایرانی، با کیفیتی بالا. خب چرا در شهر فرانکفورت یک منطقه شک برای بودینگنه. زنگ زده که مورن امروز که بریم؟ خب ما زنگ بزن خیلی. زنگ بزن که بریم با قیمت مناسب و دیگه چی بهتره که جنجال نره. خب گاتر ما رو گفتی امروز بیکارم هستم. خب بریم. زنگ بزن بگو بریم دیگه. باش. برو خیر دادم را زنگ بزن. اوکی اوکی. برو گاهی کارا که مشکل نداره. آره دیگه. دوستان عزیز، بازم یک سلام گرم خدمت شما عزیزان. همونطور که گفتیم یک فرش فروشی از افغانای ما و شما در شهر فرانکفورت منطقه بودینگن هستن که حال موریم از خود چی گپ بزنیم که چی چیزایی دارن و خود چی بر شما بیشتر توضیح میده. با ما باشید. دوستان همونطور که گفتیم اینجا یک تابلو که اول فیلم گرفته، بعد داخل پاساژ می از پله برقی می بالا، طبقه بالا دکان از دوستا هستن. دوستان عزیز همونطور که گفتیم خدمت آقای فاضلی رسیدیم. همونطور که پلان بود که دوستا قالین میخواستن، پرده میخواستن، مبل میخواستن، هر چی که میخواستن خدمت آقای فاضلی رسیدیم اینجا در دکان آقای فاضلی و اینم آقای فاضلی عزیز. سلام و احترام خدمت شما دوستای عزیز. از رحمت عزیزم تشکر میکنم، واقعا لطف کردن امروز تشریف آوردن، ما رو خیلی خوشحال کردن. ما این نمایشگاه تازه باز کردیم به خاطر شما عزیزان. نمایشگاه قبلی ما خود جای ما تنگ بود، دیگه انشالله اینجا جای ما بازه. از قبیل پرده، فرش، کناره، بالش، تشک، کناره، هر چی که بخواین ما داریم. با هم دیگه بریم طرح‌ها رو ببینیم با آرامت. بله طرح‌ها میبینیم. امروز که شروع کنیم اون دوستا که میبینین دیگه همه نوع پرده رو ببینیم بچه‌ها. کیفیت عالی، پارچه ترک هست. اینا کلا گلدوزی میشه. اینا پرده کلا در ایران، البته این شالا در ایران تهیه میشه ولی بقیه کاراشو ما خودمون انجام میدیم. بله. انواع اقسام پرده، کتیبه، شما فقط کافی اندازه بدین، پنجره رو میت کنین. بله. دیگه مدل زیاد داریم. بله بله. این مدل نقره‌ای، طلایی، گل برجسته. بله. یکی از کارهای خیلی شیک ما هست بچه‌ها. 4 تا شال میخوره. 2 تا شال این طرف، 2 تا شال این طرف. با کتیبه کن بالا آویزان شده، خیلی با هم ست شده. کار خیلی شیکیه. بله بله. دیگه فرش هم که 1200 شانه فرش داریم. 1200، 1500، 6 متر، 9 متر، 12 متر، طرح‌های مختلف. ان شاءالله ما اینجا پخش عمده داریم برای کسایی که مغازه دارن، فرش لازم دارن برای فروش مغازه. هر تعداد فرشی بخوایم ما تامین میکنیم. دیگه خدمت شما عزیزان از اینجا میتونید مستقیم خرید کنید. فکر کنید شما دارین به قیمت ایران دارین خرید میکنید. بله. مثلا این فرش 1500 شونه، قیمت ازی الان در بازار مولایی 25 میلیون، شما به همون قیمت اینجا خرید میکنید. 9 متر داریم، 12 متر داریم، این طرف هم 700 شانه داریم، طرح‌های مختلف خدمت شما عزیزان. یک تخت فرش هم که الان همشهری ما از دو تخت انتخاب کرده، از گیسن اومدن. واقعا عالی. واقعا عالی. گل برجسته است به قول آلمانیات قیده. کیفیت بسیار عالی. همون چیزی که در ایران تقریبا اینجا دیگه در ایران این فرش عقیق ببینید. فرش عقیق آفرین. 1200 شانه تراکم 3600 جنس نخش 100% جنس نخ آب، این آکریلیک ست پنبه. این 10 سال ما برای شما گارانتی میدیم بچه. خیلی عالی خیلی عالی. نه جنساش که هست دیگه واقعا دیگه چیزی که عیانه چه عجب به بیان. عیان است چه عجب به بیان. بله. شما حتما تشریف بیارین، از نزدیک جنسا و کیفیت‌های ما رو ببینین. دقیقاً.
همه رنگ ماشاءالله هست دیگه. هر رنگ هر طرح. و یک هفته دیگه کانتینر دیگه اینجا خالی میشه. خب ان شاء الله. سفارش زیاد داریم. خیلی ها. ان شاء الله بلکه یکی دیگه بتونیم کانتینر رو جمع کنیم. خیلی اینا عالی. سرماییشه. خیلی عالی. خیلی عالی. دیگه اینجی طرف بالش داریم، تشک بالش. هم ببینید داخل از ما سفارش دادیم استاندارد پر شده، اینا نمیخوام به هیچ وجه. ست اینا هستن. اینا ست هم دیگه آره. آره شیش. نم برای تشکش. تشکش سالیه وقت. سالیچه. خیلی عالی. نم اینی هم بخشی هر کس بخشی راه و خانه کار داشته. راه و خانه. راه هم باز پاس کنیم یک دانه رو. راه زیاد نه انشالله این سری. ست کمپلیت فرش 6 متر 9 متر 12 متر 4 متر راه. خیلی عالی. خیلی عالی. دیگه این طرف هم بالش داریم، تشک داریم. کمبل هم اونجا کردیم. کمبل داریم، پتوهای ایرانی داریم. رو فرشی های خیلی خوب داریم. بچه‌ها بذار من رو فرشی ها براشون نشان بدم. جنس رو فرشی شما ببینین. یزباف 4 متر 6 متر 9 متر 12 متر موجوده. آقا رحمت بگیم ببین. آره. مشتریا ببینن. ببین بچه‌ها خیلی کیفیت داره. واقعا عالیه. این قابل شستشوی یعنی خراب نمیشه. رنگ سبک هم هست. خیلی سبک. داخل ماشین لباسش هم میتونن بشورن. پتو هم پتوی گلباف، پتوی نوجوان، پتوی عروسکی. بعد گرم و سبک. پتوی 2 نفره. اینا گلباف دل. پتوی نرمینه هم بچه تا یک هفته در روز زیاد نرمینه میرسه دستمون. نرمینه حتما آشنایی دارین باش. یکی از مارکای خیلی خوبیه. فرشی های ما رنگ بندی داره. اون رنگ سرمه‌ای بود با رنگ سبزش. ببینید این مال 9 متره 6 متره؟ این 4 متره. 4 متره. 6 متره داره، 9 متره هم داره، 12 متره هم داره. امیدوار هستم که تشریف بیارین. انگی بود هم داریم، تخفیف هم داریم. از این تخفیف ها شما دوستا از استفاده کنین ان شاء الله. همه رقم در خدمت شما عزیزان هستیم. پردم خودمون همین مدوزیم. سفارش بدین دیگه. سفارش بدین، اندازه بدین. در کمترین وقت برای شما انجام میدیم. دیگه آقا رضا خودتون همین بگید که در کدام قسمت شما ما گفتم بازم شما. ما در بودینگن هستیم. 63 654 بودینگن. بانو اشتغال 146. بعد خدمت شما شده که ما پخش عمده داریم اینجا. پخش عمده فرش به عنوان نماینده شرکت تحقیق فرش در آلمان فعالیت داریم دوستان. تقریبا حدود 4 سال شد که ما شرکت افتتاح کردیم. خدا رو شکر کمک شما دوستای خوب، همشهریای عزیز از ما حمایت کردید. ما پیشرفت کردیم. از این بعد هم امیدوار هستیم که همینطور از ما حمایت کنین تا ما هم بتونیم در شما خدمات خوب بدیم. شما هم ذره از ما حمایت کنین، یکم رشد کنین. تا الان رشد کردیم واقعا. ایر مدین شما دوستای عزیز، هموطنای عزیز هستیم. از شما یک جهان سپاسگزاریم. اجر باشه و خیر باشه. باشه آقا دیگه تشکر از اینکه وقت ما رو گذاشتید. خوشحال شدیم ما از دکان گردیم. تا دیدار بعد دیگه ان شاء الله. خدا حافظ شما. خدا حافظ بچه‌ها.